عزیزان میدانید که حرفهای عربی مثلا حرف ضاد، حرف صاد، حرف طا، عین، این حرفها در تاجیکی نیستند و یک کلمه ای که عین دارد شما به عین میخونید، علیم را علیم میخونید، معنیش کلا دیگر میشود. مغضوبی را مغضوبی میگید، معنی تماما دیگر میشود. برای همین در نزد تمام علما قرآن را بغیر از عربی با دیگر حرف خواندنش ممکن است. ببخشید تفسیر گفته چیزی دیگر است، اما شما فقط قرآن عربی رو با حرفای سیریلیک یا کریلیک خودمو میخونید، شما معنای آیت ها دیگر میشود، معنای لفظ قرآن دیگر میشود. به جای حرفی ذا وقت ز گفتید گپ تماما دیگر میشود. برای همین ممکن نیست این گونه خواندن. یعنی زنهایی هستند که در 40 سالگی میگن دیگر عقل من نمیگیرد، در حالی که یک انسان اگر کوشش کنه در 80 سالگی هم میتواند نه تنها حرف حتی زبان بیاموزد. وقتی انسان کوشش میکند به همه چیز میتواند کامیاب شود. ولی مشکلی ما در این است که به جای حرف عربی را یاد گرفته قرآن را با عربی خواندن دنبال بهانه هستیم که نه من با تاجیکی میخونم. بعضی ها میگن با یاسین را هر روز با تاجیکی میخونم. چگونه معنی پیدا میشود وقتی شما نه عین را تلفظ کردید، نه صاد را تلفظ کردید، نه ذا گفتید، نه ز گفتید، کل حرف یک خیله برآمد. برای همین هرگز نباید و به کسی به این اجازه نمیدهد که شما قرآن را به حضور با تاجیکی ختمش کنید.